به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که وقتتون بخیر باشه. بریم که تحلیل آزمون امروزمون رو با همدیگه داشته باشیم. البته آزمونکی که داشتیم 10 تا تست از گفتار 1 و 2، یعنی به طور کلی فصل اول زیست 11 هم داشتیم. بریم تستاشو با همدیگه بررسی بکنیم. من اینجا رو بیارم و بریم سراغش. خب برگردم از اول. میگه که کدام مورد در خصوص بیش از یک مورد از عوامل محافظت کننده از مغز انسان صحیح است؟ خب ما مبحثش هم گفته بودیم عوامل محافظت کننده از مغز نخاع رو به طور کلی بنویسیم. خب یکی بحث استخوان بودش که میگفتیم در مغز تو قسمت جمجمه داره محافظت میکنه و در نخاع هم کانال ستون مهره ها هستش. درسته؟ کانال ستون مهره ها. بعد علاوه بر این که حالا ما استخوان رو داشتیم، پرده های مننج رو داشتیم که 3 تا پرده بودن، پرده بیرونی و حالا پرده میانی و پرده داخلی. اسماشو نمیخونیم. و بعد دیگه چه عواملی کمک میکردن؟ مثلا اینو من بکشونم بیارم اینجا، سد خونی مغزی، حالا تو قسمت مغز توی نخاع هم سد خونی نخاعی و مایع مغزی نخاعی. نکته دیگه ای هم ما گفته بودیم، اتفاقا ما گفته بودیم که علاوه بر این 4 تایی که حالا معمولا مطرحه، باید حواسمون به گلبوله های سفید هم باشه. اینها محافظت کننده هستن. کجا باید حواسمون باشه؟ عوامل که صحبت میکنه یعنی همشون، همه این 5 تا با هم. خب چه بسا یکم فکر بکنیم ممکنه یه سری چیز دیگه هم به ذهنمون برسه، اون دیگه حالا خیلی دوره. همین 5 تاست با اولویت 4 تای اول. عواملی که میگه منظور این 5 تاست. ولی بگه بافت دیگه، ما به گلبول سفید یا WBC ها فکر نمی کنیم، وایت بلاد سل این به اینا دیگه فکر نمی کنیم. اینا سلولن دیگه، بافت نیستن. و چیزی که من تو تستا دیدم، میگم طراحا توجهشون رو این 4 تای اوله، ولی گلبول سفید هم جز عوامل محافظت کننده مطرح میشن. خب بریم گزینه رو بخونیم. میگه کدومی که از اینا بیش از یک مورد از این داستانا رو داره؟ خب تماس با بیش از یک عامل محافظت کننده دیگر. خب آقا نگاه بکن، مثلا پرده مننج شما در نظر بگیر. خب پرده مننجی که توی مغز قرار داره، از یه طرفش اون لایه بیرونیه با چی در تماس بود؟ استخوان. بعد میگفتیم بین این پرده های مننج ما چی داریم؟ مایع مغزی نخاعی داریم. درسته؟ این از این. حتی اونجاها مثلا یه سری مویرگا اینا داریم، این در تماس با سد خونی مغزی هم هست. مویرگا و این داستانا باشن در تماس با گلبوله های سفید هم میتونیم بگیم هست. خب این یکی از اینا واسه پرده منج. آیا روی عامل دیگه ای هم جواب میده که بگیم تماس داره؟ بله. همین خود استخوان رو در نظر بگیریم با یه سطح محافظت کننده دیگه که پرده مننجه در تماسه. میدونی چی میگم؟ مایع مغزی نخاعی در نظر بگیریم، مایع مغزی نخاعی مثلا با سد خونی مغزی در تماسه، با پرده های مننج در تماسه. میدونی چی میگم؟ پس این گزینه درستمونه به احتمال خیلی زیاد. حالا بریم موارد دیگر هم بخونیم. دومی میگه تماس سطح درونی ساختار با سطح خارجی قشر مخ. سطح درونی این با سطح خارجی منظورش همون پرده های مننج دیگه، که اون لایه سومش که حالا سطح درونیش محسوب میشه با سطح خارجی قشر مخ. این فقط همینه دیگه، هیچ کدوم از اینا با سطح خارجی قشر مخ ارتباط ندارن. پس این رد میشه، فقط یک عامل هست که این ویژگی رو داره. گزینه سوم میگه حفاظت از همه بخش‌های دستگاه عصبی مرکزی در برابر ضربات خارجی. ضربات خارجی این داستانا رو میگه منظور استخوانه به طور کلی. خب ما اصلا در مورد همه بخش‌ها اصلا صحبتی نمی‌کنیم. ما اصلا می‌خوایم فقط در مورد مغز حرف بزنیم. پس اینم گزینه رد میشه. استخوان که میگیم گفتیم هم بحث جمجمه است، هم کانال مهره هاست که چون داره همه بخشا رو میگه ما فقط مغز رو میخوایم، بس این غلط میشه. 4 تشکیل شده از نوعی بافت پیوندی و بدون تماس مستقیم با سطح خارجی قشر مخ. نوعی بافت پیوندی کدومی که از اینا تو داریم؟ من با یه رنگ مثلا سبزی به شما نشون بدم. استخوان میگفتیم که بافت پیوندیه، درسته؟ و پرده های مننج، حالا مخصوصا لایه بیرونیش که تماس به خود استخونه
بافت پیوندی متراکمه. بقیه هم حالا پیوندی در نظر میگیریم به طور کلی. سد خونی مغزی که پوششیه، مایع مغز نخایی که اصلا داستان بافت نیستش. WBC هم که اینا هم که اصلا کلا سلولن. خب پس بافت پیوندی میگه منظور استخوان رو داره میگه که بدون تماس مستقیم با سطح خارجی قشر مخ. بله، ولی آیا پرده های مننج هم بدون تماس مستقیم با سطح خارجی قشر مخ؟ جواب میشه چی؟ خیر. پس این گزینه هم میشه غلط. خب بریم سوال دو. تست دو رو با هم دیگه بزنیم. امیدوارم تست اول درست زده باشین. سوال دو میگه با توجه به شکل ارائه شده کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ خب من برم بخونم. بذارید من تصویرم هم کامل برای شما ببرم که تمرکز کافی رو داشته باشید. خب میگه با توجه به شکل ارائه شده کدام مورد درسته. دنبال چی باید من بگردم؟ دنبال درسته. خب اینو بنویسم اینجا که یادم. این شکل میتواند مربوط به دونه دونه باید اینا رو بذارم داخلش پر بکنم دیگه. اول از همین شکلی که دارم میبینم شبیه همون شکلی که داره هدایت نقطه ای رو میگه دیگه، نقطه به نقطه. اونجا مثال میزنه نقطه به نقطه. برم میدم جهشی هم داشتیم دیگه، نقطه به نقطه. چرا ای زدیم آخرش؟ خب این شکل میتواند مربوط به آسه‌ای در بخش خود مختار باشد و قده ای در سمت A قرار گرفته باشد. میگه اینجا قده باشه، اینجا چی باشه؟ قده باشه. خب اینجا بخوایم ما قده در نظر بگیریم آیا درست میشه یا غلط میشه؟ اینجا قده باشه در سمت. اگر آسه هست که این پایان آسه این وراست، درسته؟ پس قده هم میخواد قرار بگیره قسمت بیه، پس A نیست. اینا رو من پاک کنم دوباره شکل رو میخوام توضیح بدم. بعد گزینه دو، این شکل میتواند مربوط به دارینه ای در بخش پیکری باشد و ماهیچه قلب در سمت A قرار گرفته باشد. دارینه ای در بخش پیکری که ماهیچه قلب. خب ما بخش پیکریمون کدوم ماهیچه ها رو کنترل میکرد؟ بخش پیکریمون فقط ماهیچه های چی به من بگین؟ اسکلتی، همون مخطط خودمون. آفرین. اساسا با ماهیچه قلب کاری نداشت. سه، دارینه یاخته عصبی حاضر در بخش خودمختار و ماهیچه صاف در سمت B. آره دیگه اینجا میتونه یه ماهیچه قرار بگیره دیگه. اینجا پایانه های آسه است، چون میگیم که میگه دارینه یاخته عصبیه. این چیزی که ما داریم میبینیم ماهیچه صاف میتونه در بخش B قرار بگیره. آره اینجا دارینه باشه، بعدش جسم سلولی داریم، بعدش آسه داریم، میتونه همچین اتفاقی بیفته. خود مختارم داره میگه ماهیچه صافش درسته، زیرش خط میکشم. 4 رو باید حذف کنم. آسه نورون حرکتی در انعکاس عقب کشیدن دست باشه. خب و یاخته رابط در سمت B قرار گرفته باشه. آسه نورون حرکتی که ما داشته باشیم، خب تو اون قسمت برش نخاعی که ما داشتیم میگفتیم که این یاخته رابطه قسمت A قرار داره. اگه میگفت A میگفتیم درسته. پس اینم میشه غلط. با اطمینان کامل گزینه 3 رو انتخاب میکنم. حالا بریم سراغ تست 3. امیدوارم این تست هم درست زده باشین. میگه در غشای یاخته های عصبی ساختاری که پس از اتصال به دوپامین تغییر شکل میدهد فاقد کدام ویژگی است؟ خب ساختاری که پس از اتصال به دوپامین، اول دوپامین میگفتیم این دوپامین چیه؟ ناقل عصبی. تنها ناقل عصبیه که تو کتاب اسمشو داریم که میگفتیم باعث احساس لذت و سرخوشی میشه. خب ساختاری که پس از اتصال به ناقل عصبی تغییر شکل میده چیه؟ همون گیرنده های ناقل عصبی هن دیگه. اینا منظورشون به طور کلی میشه گیرنده های ناقل عصبی در کجا؟ سلول پس سیناپسی. درسته؟ تو سلول پس سیناپسی ما گیرنده داشتیم که اگه یادتون میشه 2 تا ناقل عصبی اونجا قرار میگرفت و تازه گیرنده اون قسمت دریچش باز میشد. خب میگه کدوم غلطه؟ دنبال باید غلط بگردیم. خب میگه این گیرنده های ناقل عصبیمون فقط در ماده سفید مغز و نخاع قابل مشاهده است. فقط داره میگه باید خیلی حواسمون باشه. این گزینه غلط ماست احتمالاً و این جواب درست ما باشه، باید چک بکنیم. 2، میتواند نخست وزیری قشا را برای مدت کوتاهی تغییر بده. بله
گیرنده ها میتونن این کار رو انجام بدن. در ایجاد حس لذت و سرخوشی نقش موثری ایفا میکند، همون بحث دوپامین و این داستانا بودش. بله. جایگاه اتصال آن به دوپامین در سطح خارجی غشا قرار دارد. بله این هم درسته، طبق شکلی کتاب داشتیم. پس با اطمینان کامل گزینه 1 رو من انتخاب میکنم. بریم سراغ تست بعدی. میگه کدام مورد در بخش میانی از طول بدن جانور مشخص است؟ بخش میانی از طول یعنی وسط بدنش قرار گرفته از نظر طولی. خب دومین گره عصبی نزدیک به مغز در ملخ. این دیگه خیلی شکلیه. دومین گره عصبی قسمت میشه گفتش که سینه، یا حالا البته سینه خیلی درست نیست ولی من بیارم به شما نشون بدم. این اگه شکلمون باشه بعد بریم گفتار آخر بیایم. آها خب میگه چی؟ بیان دوباره من شکل متن رو بیارم که از اون شکلم بخونیمش. دومین گره عصبی نزدیک به مغز. دومین گره عصبی اصلا تو وسط جانور نیست، اینجاها میشه وسط. یعنی بخوایم در نظر بگیریم این گره اول، این گره دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم. مثلا ششم بگیم مثلا اوکیه، اگه میگفت ششم، ولی داره میگه گره دوم، مثلا معلومه هست که از مغز یک کوچولو فاصله گرفته. خب پس این گزینه غلط رو مثلا داشته باشه، دنبال درست. یاخته های عصبی پراکنده در فضای درونی بدن هیدر میگه که اینا تو وسطش فقط قرار دارن. نه، همچین چیزی هم باز غلطه. شکل کتاب رو نگاه کنید. اینا ما تو قسمت بازوها داریم، تو قسمت انتهاش و ابتداش و همه جاش داریم. اینا پراکنده بودن اتفاقا. دستگاه عصبی نداشت ولی یاخته عصبی پراکنده داشت که تو تمام بدنش پوشیده شده بود، فقط تو بخش میانی نیست. طویل ترین رشته های بین تناب های عصبی در پلاناریا. پلاناریا رو الان شکلشون میارم یادتون باشه. تو قسمت شکمش که می اومدیم اینا فاصله شون بیشتر میشد. همین هم داره میگه چی؟ طویل ترین رشته های بین تناب های عصبی در پلاناریا. اینا طویل ترین رشته ها رو ما تو قسمت میانی بدنش داریم دیگه. این جمله درستیه، همین انتخاب میکنه، زیرش خط میکشیم. و بعدی میگه که ساختار حاوی جسم یاخته عصبی در تناب عصبی پشتی ملخ برعکس ما تناب عصبی شکمیه. پس این گزینه هم رد میشه با اطمینان کامل و من 3 رو انتخاب میکنم. 5. مطابق با شکل کتاب درسی کدوم شکل قرار بهتون میگه کدام مورد در خصوص دستگاه عصبی محیطی انسان نادرست است؟ همون شکلی که فکر کنم اگه شما اون شکل یکمون هم هست، هم گفتاری یکم داشتیم. بیارم من شکلشو تستو بکنم که اون میتونیم حل بکنیم. خب خیلی باید حواسمون به شکل باشه. اینه فکر کنم ردش کرد. اینه منظور شکل اول گفتاری، شکل 10. خب باید به این، چون دستگاه عصبی مرکزی محیطی رو نشون داده، به این شکل داره اشاره میکنه. من اینجا بیارم معلوم میشه. تراکم کدوم دنبال غلطی میگه، پس من اینجا بنویسم غلط که حواسم باشه. تراکم بیشتر اعصاب قرار گرفته در نیمه داخلی بازو. آیا تو نیمه داخلی بازو ما تراکم بیشتری از اعصاب داریم؟ جواب چیه؟ بله، این شکل نگاه کنید. اینا نیمه داخلی بازو ما اینجا تراکم بیشتری داریم. نیمه داخلی به سمت داخل بدن، اینجا میشه نیمه خارجی. این جمله درستیه، پس من منتظر جواب تو این گزینه نمیگردم. 2. عصبدهی به ناحیه ساعد توسط 3 عصب تقریبا بلند. اینم واسه شکل من داشتم قشنگ یادمه. من اینا قسمت ساعد ما 3 تا تناب عصبی تقریبا بلند داریم، پس اینم برای ما درسته. بعد میگه چی؟ منشعب شدن اعصاب ناحیه ساق پا از عصب قرار گرفته در ناحیه ران. بله، اون اعصابی هم که ما تو قسمت ساق پا داریم از ران نشأت گرفته بودن. اینا اینجا شما نگاه بکنی، این اعصابی که ما اینجا داریم نگاه کن. اینا این میبینی اعصاب اومده اینجا، این یکی اومده اینجا و اینم که حالا مستقیم رفته. اینا همشون از ران نشأت گرفته بودن. اینم پس درسته، پس احتمال خیلی زیاد شعاره بخونمش. منشأ گرفتن اعصاب مربوط به انگشتان پا از ناحیه سینه‌ای نخاع. معلومه غلطه،
چون میگفتیم اندامهای پایینی، نگاه کن اینا، انگشتان پا از همین عصبه که عصب سیاتیکه نشأت گرفتن. قسمت سینه به اینجا ما بتونم گفته بودم نخاع رو بخوای در نظر بگیری، اینجا میشه قسمت گردنیش، اینجاها میشه قسمت سینه ایش، اینجاها میشه قسمت کمریش، حالا سینه یکم بیشتره کمری، و بعدم که دیگه اصلا ادامه دار نیست. نخاع میگفتیم تا دومین مهره کمره. اوکی، به سینه باید حواسمون باش، سینه ای اصلا نیست هیچ جوره. خب تست 6 تا اینجا نصف آزمون رو تحلیل کردیم. بذاریم چند دقیقه شده، سرعت رو ببریم بالاتر، از اینکه یه رو بشه بریم سریعتر حلش بکنیم. کلا ما میخواستیم به شما تقریبا یه رو وقت دادیم، حالا بیشتر از این داره طول میکشه، داریم البته تحلیل میکنیم. خب بریم تست 6 رو با هم دیگه داشته باشیم. میگه در مشاهده نیمکره های مخ انسان از نیمرخ، وسیع ترین مرز مشترک میان دو لوب از یک نیمکره مشاهده میشود. دو نیمکره مخ در خصوص این دو لوب، کدوم دو لوب بودن که بیشتری مرز مشترک رو داشتن؟ لوب گیجگاهی که اصلا با کدوم لوب مرز مشترک خیلی زیادی داشت؟ با لوب آهیانه. اصلا نگاه بکن، شکل کتاب من بیارم، قسمت های قشر مخ رو بیاریم. اینجا میگفتیم بیشترین مرز رو داره دیگه، چون موقع کلاس هم بهتون گفتم. خب در مورد این دوتا میگه چیه؟ کدوم درست؟ دنبال درست باید بگیم. یکی از آنها دارای مرز مشترک با سه لوب دیگر از همان نیمکره است. یکیشون نیست، دوتاشونن. یعنی هم لوب گیجگاهی با سه تا لوب در ارتباطه، هم لوب آهیانه با سه تا لوب در ارتباطه. اینا گفته چی؟ فقط یک. پس این چی میشه؟ غلط. هر دوی آنها در مجاورت با مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن قرار گرفتن. مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن چیه؟ مخشه. کدوم در مجاورتشه؟ اینا شکل نگاه بکن، این دوتا در مجاورت مخشه قرار گرفتن. هر دو داره میگی میشه غلط. این گفت یکی درستش میگه. یکی از آنها دارای اجتماع جسم یاخته های عصبی در سطح خارجی خود میباشد. چرا میگه یکیشون؟ میگه یکی از اینها اجتماع جسم یاخته های عصبی. نه، همچین چیزی رو ما جسم یاخته های عصبی که داریم میگیم منظور ماده خاکستریه دیگه، چون گفتیم ماده خاکستری بیشترش از اجتماع جسم یاخته های عصبی تشکیل شده تو سطح خارجی. هر دوشون قشر داشتن دیگه، اینا اصلا قشر مخ محسوب میشدن. پس این هم نیست. چهاره به احتمال خیلی زیاد. هر دوی آنها میتوانند بخشی از سامانه کناره‌ای را درون خود جای دهند. شکلی که بارها در موردش صحبت کردیم، شکل به شدت مهم که قابلیت طرح تست کنکور هم ازش وجود داره اینه، همین شکلت که کلی نکته راجع به همین تو کلاس یادمه گفتیم و بررسی کردیم قسمت های مختلفشو. بله، هم تو قسمت آهیانه و هم تو قسمت گیجگاهی نکته بود که گفته بودم من که این قسمت آخریش میاد وارد قسمت گیجگاهی میشه و اگر حواسمون بود این تست آسون هم حل میکرد. تست هم یه مطابق مطالب کتاب درسی در یک یاخته عصبی حسی در خصوص زمانی که میزان خروج یون سدیم از یاخته به بیشترین مقدار خود رسیده است کدام عبارت درست است؟ خب آقا من باید حواسم به پتانسیل عمل باشه چون خروج یون سدیم من دارم میبینم. خب اگر کانال های اگر که اون پتانسیل عمل بود، خب بالا رو و پایین رو بود. درسته؟ من اینجا بکشمش دیگه، اینطوری بود نمودارش. قسمت بالا رو کانال های دریچه‌دار سدیومی باز می‌شدن، سدیم وارد سلول میشد به خاطر اختلاف غلظتی که دو طرف بود. و بعد که میرسید اینجا به مثبت سی میرسید، اینجا منفی 7. به مثبت سی که میرسید بسته میشد، کانال های دریچه‌دار پتاسیمی باز میشدن که این پتاسیم ها از سلول خارج میشدن به خاطر اختلاف غلظتی که داشتن. این دنبال این نیست، میگه کجا چه زمانی یون سدیم از یاخته به بیشترین مقدارش رسیده، خروجش، دنبال خروجش هم. خب یون سدیم چجوری خارج میشد؟ توسط پمپ سدیم و پتاسیم که میگفتیم دو تا سه تا سدیم رو میندازه بیرون از سلول خارج میکنه، برخلاف شیب غلظت دو تا پتاسیم رو وارد میکنه. پس میگه کجا ما بیشترین خروج رو داریم؟ اونجایی که این پمپ سدیم پتاسیم بیشترین فعالیت بکنه. چه زمانیه؟ بعد از پتانسیل عمل.
توی اون نمودارم بیارم از گفتار یک داشته باشیمش، همین قسمت چهارمی است. حالت آرامش هم بهش میگن. اینا ردش کردیم. آره، این قسمت ت با در مورد این حرف بزنه بعد از پتانسیل عمل که غلظت یونا به هم ریختن. پمپ سدیم پتاسیم مجبوره که فعالیتش رو بیشتر بکنه، غلظت به حالت اولیه‌اش برگرده. خب میگه کدوم در مورد این نمودار تما درسته؟ دریچه نوعی کانال پروتئینی به سمت بیرون یاخته باز شده. اون حالت اصلا ما دریچه مریچه‌ای باز نداریم. در سمتی از یاخته که دریچه کانال پتاسیمی به سمت آن قرار دارد، مقدار سدیم کاهش می‌یابد. خب این نکته‌ای بودش که تو کلاس هم بررسی کرده بودیم. سمت دریچه کانال پتاسیمی به سمت داخل غشا قرار داره، یعنی منظورش داخل. سدیومی اینجا دارم میبینمش کجاست، به سمت بیرون باز میشه. خب میگه قسمت داخل غشا مقدار سدیم کاهش می‌یابد. احتمالاً همینه دیگه، چون ما داریم خروج سدیم داریم دیگه. 3. نفوذپذیری غشای یاخته نسبت به یون‌هایی که اندازه کوچکتری دارند بیشتر می‌شود. یون‌هایی که اندازه کوچکتری دارند چی هم منظور؟ سدیم هم. درسته؟ حالا میگه نفوذپذیری غشا به نسبت تو سدیم بیشتر میشه. ما همیشه در هر حالتی نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتره، پس اینم غلط میشه، چون اصلا کانال های نشتی بازن دیگه. اختلاف پتانسیل دو سوی غشا در حال نزدیک شدن به عدد صفر، اینم که اصلا به قولی میشه گفت غلط محض و اصلا بهش اشاره نمیکنه، اصلا بهش فکر نمیکنه. خب تست قشنگی بود، نکته خیلی ریزی تو شکل بود که البته سر کلاس هم باز همین نکته رو گفته بودیم، دوستان توجه میکردن. تست شماره 8. با توجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟ میگه که بخش یک حاوی دنبال غلط، مثلا این بنویسم غلط که اشتباه نکنم. بخش یک حاوی ساختارهای دو غشایی فراوانی است که در جسم یافته‌ای هم قابل مشاهده است. ساختار دو غشایی منظورش چیه که زیادم هستن و اینها؟ منظورش راکیزه همون میتوکندری خودمونه. بله، اینجاها ما داشتیم شکل اتاب هم بودش دیگه. تو جسم یافته‌ای هم هست، جسم یافته‌ای هسته و این چیزا بودش دیگه، بیشتر اندامکا تو جسم یافته‌ای ان دیگه. این جمله درستیه، پس من نمیتونم غلط بگیرم. بعد میگه در بخش دو، کجا ببینم بخش دو؟ فاز سیناپسی داره اشاره میکنه. حاوی آنزیم هایی است که ناقل های عصبی را پس از اتمام انتقال پیام عصبی تجزیه میکنن. نگفته حتما همواره فلان، چون گفتیم ناقل های عصبی که میان تو این فضا قرار میگیرن یا اگزوسیتوز میکنن برمیگردن به یاخته پیش سیناپسی، یا توسط آنزیم های تجزیه کننده تجزیه میشدن، که اینم داره همینو میگه دیگه. بس اینم درسته، نمیتونم من غلط. گزینه 3 میگه بخش 3 حاوی مولکول هایی است. بخش 3 میشه یاخته پس سیناپسی که با قرارگیری یک مولکول ناقل عصبی روی آن دریچه خود را باز میکنن. اینم غلطه. کجاش غلطه؟ یک مولکول که میگه، شکل کتابو نگاه بکنید، نکته که سر کلاس هم گفته بودیم، شکل کتابو که نگاه بکنید، اینا دو تا مولکول ناقل عصبی قرار گرفتن تا این کانال دریچه داره که حالا خاصه باز شده و سدیم ها وارد شده. پس این دو غلط ماست دیگه. زیرش خط میکشم، چهارم چک میکنم. بخش 4 قشار رو داره اشاره میکنه. حاوی فسفولیپیدهایی است که ممکن است پس از اتمام انتقال پیام عصبی وارد سیتوپلاسم میشن. آره، اگزوسیتوز که انجام میشه میگفتیم یه سری وزیکول تشکیل میشه، اینا برمیگردن وارد سیتوپلاسم میشن. خیلی هم درست و عالی. تمام تا اینجا همه سوالی که گفته بودیم نکتهش داخل کلاس بود. یه دونه فقط مستقیم اشاره نکرده بودیم، اونم همین شکل سال 5 بود که بهتونم گفته بودیم که اصلا تمام جزئیات این شکله به خاطر انشاءاتی که رو یادتون باشه و به یاد بسپارید. خب تا اینجا بس همه اوکی بود. یه تست رو مثلا اگه دقت نمی‌کردیم میتونستیم نزنیمش. کدام گزینه در مورد بخشی از ساختار مغز گوسفند که در کف بطن چهارم قرار دارد درست است؟ با فرض اینکه شیار عمیق بین دو نیمکره مخ رو به بالاست، یعنی ما داریم از بغل نگاه میکنیم، یعنی اگه که این مغز ما باشه، این شیاره، این حالا مغزش باشه و اینجا تالاموس باشه و داستانهای مختلفش که باشه، حالا دیگه میدونید نقاشی من بشه صورت دیگه، اینجاها مثلا ما مخچه رو داشته باشیم و
ساختای دیگه مغزم اینجا باشن، این میگه به سمت بالا باشه. خب شکل چیزش هم بیاریم درستشه. حالا من خیلی خوشگل کشیدم. تشریح رو باید بیاریم. تشریحی که ما انجام دادیم این شکل رو داره میگه. این هم باز میتونیم بهش نگاه کنیم چون اینجا هم شیار رو به بالاست. خب برم من بررسی کنم. دنبال چی باید بگردم؟ دنبال درست باید بگردم اون ساختاری که کف بطن چهارم میسازه. کف بطن چهارم کی میسازه؟ اینجا تو این شکل هم معلومه. اینجا ما بطن چهارم رو داریم، کفش رو بسل و نخا داریم میسازه. دنبال بسل و نخا باید بگردم. بنویسم دنبال بسل و نخا. خب فاصله آن از بطن 1 و 2، بطن 1 و 2 اینجا هست و این بسل و نخای ما مثلا اینجا هست. فاصله بطن 1 و 2 کمتر از فاصله آن با بطن 3. نه بطن 3 که این نزدیکی هست، این فاصله 1 و 2 این غلط میشه. اگر مثلا تالاموس رو میگفتیم آره این جمله درست. با مرکز تنظیم ترشح اشک و بزاق مجاور است. مرکز تنظیم ترشح اشک و بزاق چیه؟ به من بگین. احسن، پل مغزیه. و بغل همین به قول ما بسل و نخاع چی قرار داره؟ پل مغزی. اینا نگاه کن، اینا بسل و نخاع پل مغزی. مجاور که میگه یعنی منظور تماس داره دیگه. اینجا مغز میانیه ها، نگفته. خب تشریحش کردیم، شکلش کلی بررسی کردیم، جزئیاتش گفتیم. این احتمالاً درسته. بریم 3 رو بخونیم. به یک جفت کوچکتر از برجستگی های چهارگانه چسبیده است. برجستگی چهارگانه قسمت مغز میانی، یعنی این اصلا کجا چسبیده؟ اینم غلطه. نسبت به کیاسمای بینایی از نخاع دورتر است. این کیاسمای بینایی اینجاست. این هیپوتالاموس، این تالاموس. از نخاع دورتر است. تازه خیلی هم نزدیکه. پس اینم غلطه. با اطمینان کامل گزینه 2 رو انتخاب میکنم. و تست آخرم در بخشی از دستگاه عصبی انسان که مرکز برخی انعکاسا بوده. منظور چیه؟ نخاع. برخی انعکاسا میگه اصلا بدون اینکه فکر کنم میگم نخاع. و هر عصب متصل به آن 2 ریشه دارد. دیگه اصلا مطمئن شدم که داره نخاع. کانال مرکزی مستقیما توسط ماده خاکستری محسوس شده است. دقیقاً نکته که یکی از دوستانمون سر کلاس پرسید و اصلا بدون اینکه گزینه دیگر رو بخونم من انتخابش میکنم. از بس که این سوال آسونی بود، گزینه آسونی بود اینهاش. این بارها در مورد همین کانال مرکزی نخاع حرف زده بودیم که اصلا در تمام شکلایی که از نخاع داریم این محصور در ماده خاکستریه. اصلا خیلی گزینه راحتی بود. بقیه رو حالا تحلیل بکنیم. تعداد شیارها در سطح پشتی نسبت به سطح شکمی بعد بگه چی؟ بیشتر است دیگه. سطح پشتی ما 3 شیار داشتیم، سطح شکمی 1 دونه شیار داشتیم. در حد فاصله بین بسل و نخاع تا دومین مهره کمر قطر متفاوتی مشاهده می شود. نه یکسانی. این نخاع شکلی که همینجا داریم و باز ازش سوال داده بودیم اینه که این قطر نخاعه. بذارم اینجا پاک کنم. کلاس هم گفته بودیم قسمت گردنی مثلا زیاد میشه، ناحیه سینه‌ای مثلا کم میشه، دوباره ناحیه کمری بیشتر میشه. پس اینم غلطه، متفاوته. در برش ارضی برجستگی عقبی ماده خاکستری حاوی جسم یافته‌ای نورون‌های حرکتی است. نورون‌های حرکتی از کجا خارج می‌شدن؟ قسمت شکمی یا جلویی. اینا تو همین شکل این پایین داریمش. بذاری که من برم جلوتر. اینجا اینا از قسمت شکمیه یا جلویی دیگه. این عقبیه منظور اینجاست. خب اینم پس نیست. اینجا مثلا میتونستیم یکم من بحث جایگاه اینا فکر بکنیم. عقب کجاست، جلو کجاست، چرا شکمی مثلا پشتی نگفته. ولی دیگه انقدر گزینه یک من ساده و راحت بود که اصلا فکر نمی‌کردم به بقیه گزینه ها. و یه بار دیگه مثلا میخونم مطمئن بشم و بعدم انتخابش میکردم. این از تحلیل. بذار خودمو بیارم. این از تحلیل سلام. این از تحلیل آزمونکی که امروز گرفتیم. تستای به شدت خوب و آموزنده‌ای داشتیم. همه نکاتش رو گفته بودیم. یه نکته از شکل بود که اشاراتی بهش کرده بودیم، بعضی نکات رو گفته بودیم و اون گزینه‌ای که غلط بود تست 5 اصلا خیلی واضح بود. یعنی از یه بچه‌ای فکر کنم ابتدایی هم بپرسی
اون نکته کاملا واضح بود و میشد اون گزینه غلط رو انتخاب کرد. مابقی شد یکم سخت باشه. با حذف گزینه راحت میتونستیم، با انتخاب گزینه میتونستیم بهش برسیم. و انتظار من اینه، یعنی نهایتش اینه که دوستان زحمت بکشن و از 10 تا تست مثلا هولوش 7 درست زده باشن، چون تستای سختی نبودن و زمان مناسبی هم ما داشتیم. انتظار 70% به بالا داریم، هرچند که برگه ها رو باید تصحیح بکنیم ببینیم وضعیت به چه صورت هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.